رفقا سلام، به کانال یوتیوب وحشتکده خوش اومدید. داستان این شب درباره چند دوسته که به خاطر پول ناخواسته به شیطان تعظیم میکنن. دوستان و همراهان، اگه موافق باشید بریم داستان این شب رو بشنویم. سلام. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برای 4 از دوستام به اسم علی و امیر و محمد و مرتضی اتفاق افتاده. علی 30 ساله و امیر و محمد 34 و 31 و مرتضی که خیلی دوست نزدیک خودمه و باهاش رفت آمد خانوادگی دارم 35 ساله. این ماجرا برای سال 96 و داستانو از زبان علی براتون تعریف میکنم. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. من علیم. محل زندگی الانم رودهنه. من و امیر و محمد و مرتضی با هم دیگه هم محلی هستیم. فقط رضا دوست خوبمون کمی خونشون از ما فاصله داره. ما 4 دوست به خاطر مال دنیا تمام زندگیمونو برباد دادیم. ماجرا از این قراره یه روز که تو اینترنت داشتم میچرخیدم چشمم تو اینستا به یه پستی خورد که نوشته بود راه خوب برای خوشبخت شدن تا آخر عمر. رفتم دایرکتش پیام دادم. بعد 2 روز جواب داد. گفت خوب کاری کردی به ما پیام دادی. گفتم این راه خوشبختی که میگین چیه؟ گفت خیلی ساده است. یه راهی هست که تا آخر عمرت راحت میشی. یه دعاییه که بهت راه موفقیت و ثروت رو نشون میده. گفتم اگه اینقدر ساده است چرا خودتون انجام ندادین؟ گفت پسر جان بیا پیشم تا باورت بشه. گفتم خب آدرس بدیم بیام. آدرس رو داد. سمت تهران ورامین بود. چند روز گذشت. یاد پیام اون مثلا سید افتادم. با خودم گفتم بذار به بچه هام بگم نظرشون چیه. اول زنگ زدم به رضا. رضا گفت نه بابا اینا همشون کلاهبرداریه. هرچی گفتم باور نکرد. بیخیال شدم. به بچه های دیگه گفتم. امیر و محمد و مرتضی گفتن اوکی بریم. از بیکاری که بهتره. یه چرخی هم زدیم تهران. یادم نره بگم امیر باباش سوپرمارکت داشت. محمد باباش مکانیک بود. مرتضی باباش قصاب بود. منم بابام مغازه کفش فروشی داشت. خلاصه 4 نفره رفتیم پیش طرف. یه خونه سمت بیابونای ورامین بود. خونه خیلی ساده بود. یه خونه 2 طبقه با معماری قدیم از اون خونه هایی که یه حیاط با یه حوض وسطش داشت. در زدیم. یه خانم جوون حدوداً 22 ساله در رو باز کرد که خیلی خوشگل بود. من و بچه ها مونده بودیم این خانم زیبا اینجا چی کار میکنه؟ رفتیم داخل خونه دیدیم یه حیاط تقریباً بزرگ داره. یه طرف حیاط درختای گردو با انجیر بود. یه طرفش هم گاوداری داشت. همین که داخل خونه پامونو گذاشتیم من یه حس بدی پیدا کردم. انگار بچه ها هم همین حسو داشتن. داخل یه اتاق شدیم. دیدم یه مرد تقریباً 50 ساله با ریشای قرمز اونجا نشسته. سلام کردیم. نشستیم روبروش. بهمون گفت خوش اومدین جوونا. دختری که درو باز کرد رومون آب آورد برامون. سید گفت بخورین. وقتی خوردم یه مزه عجیبی داشت. انگار دهنم یه جوری شد. بعدن بچه هم گفتن ما هم همین حس رو داشتیم. خلاصه سر صحبت رو باز کردم. گفتم سید جان این که میگی خوشبختی آسان یعنی چی؟ یهو امیر گفت یعنی میشه منم یه دوست دختر
مثل این خانم داشته باشم. سید یه نگاه عصبی به امیر کرد که همه ترسیدیم. زدم به امیر که آروم باش. سید یهو خندید. با لبخند به امیر گفت پسرم اسم چیه؟ گفت امیر هستم سید جان. سید ادامه داد و گفت این خانم زیبا که در براتون باز کرد قبلا از مشتریان بود. الان همسرمه. هممون شاخ در آوردیم. آخه دختر به این جوونی و زیبایی زن این آدمی که جایی باباشه شده؟ سید ادامه داد. گفت آماده هستین تا بهتون بگم چی کار باید انجام بدین؟ همه گفتیم بله. سید بی خدا و بی شرف. کاش اصلا اینستاگرام نداشتم. کاش اصلا نیومده بودیم. ولی جوون و ساده بودیم. گفت هر چی که میگم با دقت گوش کنید. پولی از شما نمیگیرم. هر موقع به خواسته هاتون رسیدین اون موقع با هم حرف میزنیم. ما همه خوشحال که بیا پول که نمیدیم، تازه پولدارمون هم میکنه. سید ادامه داد و گفت بیاین این دعاها رو بندازین گردنتون تا 6 روز نماز نخونید و چیزای حرام مثل مشروب و گل مصرف کنید. روز 7 من بیاید پیش من. یادتون نره جنوب بیاید پیشم. بدنتون باید ناپاک باشه تا کار اصلی رو انجام بدیم. ما هم که ساده گفتیم شاید یه فرجی شد. ما 4 نفرم که اصلا اهل نماز و این چیزا نبودیم، ولی احترام میذاشتیم به همه چی. خلاصه رفتیم تز پیش سید و بعد 7 روز کاری که گفته بود و انجام دادیم. برگشتیم خونه سید. تا رسیدیم سید گفت فکر کردم نمیاین. محمد به شوخی گفت پول ما رو مجبور کرد مزاحم بشیم. دوباره سید قلابی گفت آره طمع انسان تمومی نداره. خلاصه به همون دعایی داد و گفت بندازین گردنتون و شب ساعت 12 اینجا باشین که بریم برای انجام کارمون. گفتم چرا الان نریم؟ خندید و گفت اونام الان کار دارن. نفهمیدم منظورش چی بود. رفتیم تا 12 شب چرخ زدیم تو شهر. اومدیم دوباره خونه سید که ای کاش پامون میشکست و هرگز اون شب پیش اون حرامزاده سید نما نمی رفتیم. سید گفت بریم که دیر نشه. ما رو سوار ماشین خودش کرد. ماشینش یه مازدا وانت 2 کابین بود. پشت ماشین خونی بود. از سید پرسیدم. سید با لبخند جواب داد آره مال حیوانای قربانیه که گوشتشونو میارم خونه. خون مال اوناست. دیگه چیزی نگفتم، ولی برام خیلی عجیب بود. سید بعد 1.5 ساعت رانندگی ما رو تو بیابونی برد که هیچ آدمی اونجا نبود. حتی حیوان خدا هم اونجا دیده نمیشد. با دیدن اون بیابون دلم ریخت که دیدم امیر و محمد و مرتضی هم با ترس و تعجب نگاه میکنن که با اشاره به همشون گفتم خوبین؟ با سر تایید کردن که آره. سید گفت پیاده شین. ما هم پیاده شدیم. تا جایی که چشم کار میکرد بیابون بود. تا اون روز فکر نمی کردم که بیابونای ورامین اونقدر بزرگ باشه. سید دوباره گفت هر چیزی که همراهتون دارین بذارین تو ماشین. ما با تعجب نگاه کردیم به سید که خندید و گفت پسرا من به وسایل شما کاری ندارم. حالا خوبه که طلا ندارین که انقدر میترسین گم شه. ما هم گوشی، کیف پول و چیزایی که همراه داشتیم و تو ماشین گذاشتیم. سید دستش یه چراغ قوه بود گفت بیاین دنبال من جایی که میرم دیگه نمیشه با ماشین رفت. فقط یه 20 دقیقه‌ای پیاده راه هست تا مقصد. تو راه همش بیابون بود. مرتضی میگفت علی میترسم. منم ترس داشتم اما
بازم به روی خودم نمی آوردم. بعد 20 دقیقه سید گفت خب بچه ها رسیدیم. سید نورو که گرفت دیدم یه جای صاف ایستاده. چشم به یه سنگ خورد. گفتم سید جان اون سنگ چیه؟ گفت بریم جلو میفهمی. جلو که رفتیم دیدم یه قبره. همه جا خوردیم از ترس که سید گفت این قبر استاد منه. گفت ببینید پسرا، اگه نمیخواین از الان بهم بگید، چون وارد که بشید دیگه راه برگشتی نیست. خوب بهش فکر کنید. ما به هم دیگه نگاه کردیم. دیدم امیر، مرتضی، محمد به من خیره شدن. گفتم بچه ها چی کار میکنید؟ ادامه بدیم یا نه؟ محمد گفت چیزی نمیشه که، نترسین. که به بچه ها نگاه کردم. اونام با سر تایید کردن. گفتم سید جان حله. سید گفت خوبه پسرا، قول میدم همه شما خیلی زندگیتون عوض بشه. سید رفت نزدیک قبر استادش. یه دایره برای خودش، 4 تا دایره هم برای ما کشید. گفت همه بیاین تو دایره هایی که براتون کشیدم بشینید. دیدم دایره ای که برای خودش کشیده فرق میکنه. پرسیدم سید جان دایره شما چرا با ما فرق داره؟ گفت پسر جون استاد منم. اگه روزی استاد بشی فرق این کارو میفهمی. خلاصه ما همه تو دایره هایی که برامون کشیده شده بود نشستیم. سید گفت دعاهایی که بهتون دادم گردنتونه. همه گفتیم بله سید جان. سید 4 تا شمع روشن کرد و یه آتیش جلوی خودش روشن کرد. بعد گفت هر موقع که بهتون گفتم احترام بذارین و تعظیم کنید. ما هم گفتیم چیزی نیست لابد، همه مسخره بازیه. سید یک کاسه جلوش گذاشت، یه مایه توش ریخت. اول فکر کردم آبه، بعدم فهمیدم که خونه. سید چند چیز تو آتیش انداخت که بوی بد فضا رو گرفت. بعد شروع کرد به ورد خوندن. همزمان تو آتیش چیزی مینداخت. بعد 10 دقیقه از جاش بلند شد، اومد سمت ما. گفت از خونتون یکم بریزی تو این کاسه. همه تعجب کرده بودیم. سید با چاقو کف دست ما رو یکی یکی برید و چند قطره از خون همه ما گرفت و همه رو ریخت تو کاسه‌ای که دستش بود و دوباره رفت سر جاش نشست و ادامه داد. شروع کرد به ورد خوندن. فضا هی سنگین تر می شد تا جایی که تو اون فضای آزاد نفس کشیدن سخت بود. انگار توی حموم هستیم که همه جاش بسته است و بخار گرفته حمومو. خلاصه سید داشت ادامه میداد به ورد خوندن و بعد نیم ساعت ساکت شد. یه جوری بدنمون داغ کرد که انگار از درون خون هممون می جوشه که یهو وسط ما و سید یه موجود سیاه با قد بلند ظاهر شد. دستام داشت می لرزید. صحبت که هیچ، نفس کشیدن سخت بود برام. دیدم بچه‌های دیگه هم از من بدترن. یه صدای ترسناک که مثل اونو به عمرم نشنیده بودم به سید گفت چی میخوای که مزاحم من شدی ای بنده من؟ سید سر خم کرد و گفت درود سرور من، اینا همونایی هستن که بهتون گفتم. اون سیاهی گفت آفرین بنده من. که سید به ما اشاره کرد احترام بذارید. ما هم تعظیم کردیم که صدای خنده اون موجود سیاه بلند شد. گفت بنده های من، الان درست و جای خوب سجده کردید. من شما رو به همه چیز میرسونم، پول، شهرت، همه چیز. فقط بنده من باشین. بعد به سید یه چیزی داد و سید شروع کرد به خوندن ورد. بعد از 10 دقیقه اون موجود
بالا سر تک تکمون اومد و یه چیزی که مثل قیر بود و بهمون داد. سید گفت بخورین. ما هم خوردیم. یه مزه بدی داشت که به عمرم تلختر از اونو نخورده بودم. بعد رفتن اون موجود، سید روی گردنبندی که به ما داده بود یه چیزی خوند و دوباره داد به ما و گفت بریم. توی راه بهمون گفت شما الان یه آدم جدید هستین و بعد 5 روز زندگی شما 4 نفر عوض میشه. از سید خداحافظی کردیم. همه رفتیم خونه هامون. بعد 10 روز فهمیدم که امیر با یه دختر که تو کانادا زندگی میکنه نامزد کرده و محمد باباش یهویی پولدار شده، از کجا نمیدونم، و مرتضی توی شرکت بزرگ کار پیدا کرده و با دختر اون صاحب شرکت ازدواج کرده. خودم هم زمینایی که پدرم داشت تو شهرستان قیمتش بالا رفت و منم دست به هر کاری میزدم خیلی سود میکردم. زندگی داشت روی خوبش رو به ما نشون میداد. فکر میکردیم که ما خدای اشتباهی رو پرستش میکردیم، غافل از این که داریم با زندگیمون قمار میکنیم. بعد 2 سال خبر رسید که مرتضی شب مست میاد خونه، سر زنشو با چاقوی آشپزخونه میبره و میره زندان. محمد تو جاده های شمال با ماشینش گم میشه و تا الان هیچ خبری ازش نیست. و امیرم تو کانادا با ماشین تصادف میکنه و در جا تموم میکنه. منم شبا تو خواب یا بیداری یکی میاد تو خوابم و با هم رابطه برقرار میکنه و ازم میخواد خانواده‌مو بکشم. چند بار قصد کردم مادرمو بکشم که پدرم سر وقت رسید بالا سرم و الان 1 سال تو تیمارستانم. من رضا یوسفی این داستانو از دفترچه خاطرات علی که تو تیمارستان بود و بعد 1 سال خودشو دار زد براتون تعریف کردم. و در آخر دوستان خوبم، تو این دنیا هیچ چیزی بالاتر از خدا نیست. اونه که ما رو هدایت میکنه. هیچ وقت ابلیس نمیتونه براتون خوشبختی بیاره. اون دشمن ما آدم هاست. در پناه حق باشی. دوستان گلم، تشکر میکنم از اینکه داستان ما رو شنیدید. اگر از داستانم خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب خوشحالم کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید تا داستان بعدی چنل وحشتکده. بدرود.